یه شب دیگه از راه رسید و بنده موشکاف بازم مصده اوقات شدم. آقا من تو کف این وضعیت پاندولی مهره‌های نظامم. ظاهراً تلوتل خوردن تو نظام ولایت فقیه تبدیل به یه مرض واگیردار شده. مثلا این یارو لاریجانی هفته پیش از بابت دود و دم و داد و خال یه فیگور اصولگرایی اومد در حد لالیگا. یا نقلی شد که طی نامه‌ای به امام چندین مطلب من جمله مطالبی راجع به امریکا ذکر شده بود و امام هم در این موضوع اقدامی ننمودند. آیا در شرایطی که ما با صحنه بین الملل داریم طرح این مسائل که طبعاً موجب کشمکش درونی کشور می شود و باعث سایش نیروها می گردد چیزی جز ضرر برای آن قابل تصور است؟ حالا این طرف که خودش استاد کشمکش و سایشه انداخته تو لاین کوسه و تو مجلس افتاده به دعوا و مرافعه با نوچه های خامنه. در کوران مذاکرات مهم همدلانه مذاکره کنندگان را در پیشبرد اهداف کشور پشتیبانی نماییم. این اظهارات که از سوی برخی گویندگان مطرح می شود غیر مفید و مضر است. افراد جامعه به دلیل اختلاف در آرا نظرات یکدیگر را می توانند نقد کنند، ولی توهین کردن به مقامات سیاسی کشور نه شرعاً مجاز است و نه فایده‌ای بر آن مترتب است. جز خسارت و ایجاد اختلاف و کینه اثری بر آن مترتب نیست. اوضاع اونقدر بیریخ شده که آخوند رسایی جیغش رفته هوا که بابا بالاخره تو کدوم طرفی؟ هفته پیش به رفسنجانی میزدی، حالا بند کردی به ریش ولایت. هفته گذشته حضرت عالی نطق کردید، نطق انقلابی و خیلی خوبی هم بود. نمایندگان در بین نطق شما شعار مرگ بر آمریکا سر دادن. بعضی از همکارای ما در نطق میان دستورشون نطق کردن. چندین بار هفته گذشته شعار مرگ بر آمریکا طنین انداز شد. ای بابا کجای کاری تو رسایی؟ هفته پیش بود. این هفته هم این هفته است. بابا خود اکبر کوسه دوباره پریده وسط صحنه و ریش سیدری رو چسبیده که حاجی این جک و جونوراتو از جلو پای دیپلماسی جمع کن، میخوایم تخت گاز بریم تا ته زرخوری. نمیتوان در دنیای معاصر بدون تعامل سازنده و دیپلماسی فعال به مسیر خود ادامه داد. افراطیون همه هنر خویش را برای جلوگیری و مانع تراشی در کارهای دولت به کار میبرند. منطق اداره جامعه در شرایط فعلی سیاست خارجی مبتنی بر ضبط، حکمت و مصلحت است. حالا میریم که داشته باشیم یه نمونه از این حکمت و مصلحت و از زبون سرکار الیه افخم، اولین سخنگوی زن تمام وزارت خارجه ها تو کل تاریخ. سوال دوم در رابطه با این هستش که من جلسه پیشم این سوالو پرسیدم در رابطه با بحث ادامه صحبت‌هایی که علیه کشور خودمون از جانب خانم بندی شهروند تکرار شده. این قضیه در رابطه با بحث دی ان ای ایرانی‌ها که گفتن فریبکاری وجود داره، تا کنون دستگاه دیپلماسی کشورم چه اقداماتی انجام دادن؟ شاهد این بحث هم بودیم که مقامات امریکایی هم اعلام کردن که سوء تفاهم رخ داده و این اظهارات در واقع دقیق منتقل نشده. من فکر میکنم که از نظر مباحث رسانه‌ای شاید این موضوع تداومش به مفهوم اینکه اقدام بیشتری باشه، شاید این توضیح برای پایان پیدا کردن این موضوع کافی باشه. منظورش اینه که چرا گیر سپیچ دادید شما؟ حالا اون یه حرفی راجع به دی ان ای سیدعلی زد، بعدم تکرارش کرد. الان مطابق راهنمودهای اکبر شاه عزت و حکمت و مصلحت
ایجاب میکنه که زیر سیبیلی ردش کنین بره. بابا ول کنید بذارید عظما زهرشو بخوره، این که پیله کردن نداره که. هاشمی از عاقبتش ترسیده، ماست و خیار و جام زهر چیده. سیدلی جای این که لب تر کنه، منقل و بمب و هزر و چسبیده. خلاصه این که تو این فاندول بازار نظام جر خوردگی هی از سر میره تا ته و دوباره از ته میره تا سر. القصه باید بگم هر طرف که شود کشته نفع اسلام است. بحثای داغ و شفا